راننده تاکسی از تاجیکستان را در ولایت لنینگراد روسیه مسافرانش لطکوب و غارت کردند. دو جوان و یک دختر تا خانه‌اش در شهر مورینو واقع در کنار شمالی سنت پتربورگ از پرداخت پول راه سرکشی کرده، برعکس امیون پول و تلفن راننده را به یک ما بردند. سامانه محلی نیفسکی نوستی با تکیه به منبعش در مقامات حفظ حقوق خبر داد که آن سه نفر روز 2 اکتبر از شهرک بوگری سوار تاکسی شده تا به مورینو آمدند، ولی از پرداختن پول راه سرکشی کردند. از بوگری تا مورینو قریب 9 کیلومتر راه است. شهروند تاجیکستان به پلیس خبر داده است که آن دو جوان و یک دختر را طبق فرمایش به ماشین سوار کرده بود. به گفته جبری دیده یکی از آن جوانان در دستش شیشه پیپ داشت و دومی پنجره آهنین کانالیزاسیون را با خود گرفته بود. بعد رسیدن در خانهشان آن دو جوان از دادن پول تاکسی سرکشی کرده آن را بهانه آوردند که سیاحت معقولشان نشد. راننده دختر را که در کرسی پیش می نشست اجازت بیرون شدن نداده است و گفته است که اول راهکرا را بدهید، ولی مسافران راننده را لطکوب کردند. دختر باشد با استفاده از فرصت تلفن موبیلی و همیان راننده را دزدیده است. بعد این غارتگران توسط اولیاءهای مورینو فرار کردند. مبلغ عمومی ضرر به تاکسیران تاجیک 42,000 روبل را تشکیل داده است. تاکسیرانی یک شغل عمده مهاجران تاجیک در روسیه به شمار می رود، ولی این شغل عاری از خطر نیست. یک خطر عمده برای رانندگان تاکسی احتمال مورد حمله قرار گرفتن آنها از جانب مشتریان است که گاه عمدن تنها با هدف غارت راننده تاکسی را کرا می کنند.